سلامی پر از مهر نثارتان همدیاران، دوستان و استادان عالی قدر. بنده هلالی صبر هستم و خواستم اینجا شعری را از شاعر سینای ابوعلی که در سوی استاد گلنظر کلدی سروده شده است براتان قرائت کرده باشم. گلنظر دور از نظر شد ای دریغی گلنظر، گلنظر دور از نظر شد ای دریغی گلنظر، عازمی راهی سفر شد ای دریغی گلنظر، عازمی راهی سفر شد ای دریغی گلنظر. اختری هستی او از آسمانی عمر رفت، آسمان زیر و زبر شد ای دریغی گلنظر، آسمان زیر و زبر شد ای دریغی گلنظر. با سرود ملی می هم به دلها جا گرفت، ناگه از عالم بدر شد ای دریغی گلنظر. از تبار راستخواهان زمانی خیش بود، کم یکی اهلی هنر شد ای دریغی گلنظر. سال 2020 آمد سالی بی حد رنج بار، دیده ها خون ریز و تر شد ای دریغی گلنظر. ناله زاری وطن از 7 گردون هم گذشت، خلق به جانان پسر شد ای دریغی گلنظر، خلق به جانان پسر شد ای دریغی گلنظر. درد هجرانش نگنجد در تمامی بحر و بر، تاجیکستان خونجگر شد ای دریغی گلنظر، تاجیکستان خونجگر شد ای دریغی گلنظر. در صفی آزادی خواهان دایما از پیش بود، قصه عمرش بسر شد ای دریغی گلنظر، قصه عمرش بسر شد ای دریغی گلنظر. رمزی مردی و متانت، رمزی پاکی و عدالت، ساکنی دهری دیگر شد ای دریغی گلنظر. قامتی مانند سروش راستی را می نمود، راستی به بال و پر شد ای دریغی گلنظر، راستی به بال و پر شد ای دریغی گلنظر. شهستونی خانه شعری دیاری ما شکست، شعری ملت بی پدر شد ای دریغی گلنظر، شعری ملت بی پدر شد ای دریغی گلنظر. گلنظر دور از نظر شد ای دریغی گلنظر، عازمی راهی سفر شد ای دریغی گلنظر، عازمی راهی سفر شد ای دریغی گلنظر.